چه اتفاقی توی مغزتون میفته وقتی که به عبارت‌های تأکیدی مثبت گوش میدین یا اون کلمه‌ها یا عبارت‌های مثبت رو تکرار میکنین؟ تو این ویدیو قراره راجع به این با همدیگه صحبت کنیم. جملات تأکیدی و بهتره بگم جملات تأکیدی مثبت از سری جملاتی هستند که شما هر روز اونها رو تکرار میکنین و با تکرار کردنشون میتونین به افکار منفیتون غلبه کنین. این جملات به شما کمک میکنه که بتونین به ضمیر ناخودآگاهتون که از قبل شکل گرفته غلبه کنین و یک سری باورهای جدید رو به ذهنتون و به ضمیر ناخودآگاهتون اضافه کنین. حالا سوال اصلی اینجاست که این نوع جملات تأکیدی مثبت چه کاری برامون انجام میدن؟ اگر جوابش رو بدونید که در واقع بک‌گراند علمی استفاده از این نوع جملات چه چیزی هستش، بیشتر میتونیم باورشون کنین. این جملات کاری که برامون انجام میدن اینه که وقتی ما اونها رو هر روز تکرار میکنیم سیستم پاداش‌دهی مغزمون فعال میشه و با فعال شدنش مغز ما یک سری ارتباطات جدید به وجود میاره. یک سری شبکه‌های جدید نورونی توی ذهن ما ایجاد میشه و باعث میشه که باورهای قبلیمون خنثی شه و راههای جدیدی به ما نشون بده. اگه بخوام یکم بهتر براتون توضیح بدم اینه که وقتی شما به یک موضوعی فکر کنین، فکر کردن به اون موضوع باعث میشه که مغز شما یک سری سیگنال بفرسته و فرستادن این سیگنال ها باعث ترشح ماده‌ای میشه که ما بهش میگیم نوروترانسمیتر و این ماده شیمیایی همون چیزیه که میاد بدن شما رو کنترل میکنه. روی احساساتتون، عواطفتون و روی رفتارتون تأثیر میذاره. پس تکرار کردن این جملات تأکیدی مثبت میتونه تأثیر مثبتی روی مغز ما و سطح ژن ها بذاره که به این میگیم نوروپلاستیسیتی و در یک جمله کوتاه نوروپلاستیسیتی یعنی توانایی مغز ما. و وقتی به جملاتی که تکرار میکنی باور داشته باشی یعنی نصف راه حل شده. چون وقتی به چیزی باور داری اعتماد به نفست هم بالاتر میره و وقتی اعتماد به نفست بالاتر بره باعث میشه که بتونی در مسیر درست گام برداری. پس جملاتی که تکرار میکنی خیلی مهم و اساسیه. حالا سوال اینه که چطوری میتونیم به مغزمون چیزهای جدید یاد بدیم؟ اگه جوابشو بدونین ممکنه خیلی از اون چیزهایی که توی ذهنتون مبهم بوده رو بتونین راحت‌تر حل کنین. یکی از راه‌های آموزش به مغز اینه که برخلاف چیزی که مغز عادت داره اقدام کنین. مغز ما عادت کرده که بیاد کوتاه‌ترین راه رو برای رسیدن به چیزهای مختلف انتخاب کنه. اگه شما 10 سال پیش یک نوع واکنشی رو به یک واقعه نشون میدادی، مغز شما به اون نوع واکنش عادت کرده و نمیخواد که شما رو توی یک موقعیت جدیدی قرار بده. پس شما وقتی جملات تأکیدی درست رو تکرار میکنین، در طول زمان این باور رو به مغزت میدی که اون چیزی که تو بهش باور داشتی بر طبق اون چیزی که ضمیر ناخودآگاهت هست غلطه. پس این جملاتی که من هر روز تکرار میکنم رو مثل یک اسفنج توی خودت ذخیره کن و اگر اتفاقی میفته این باور رو به من بده که چیزهای قبلی که ازش استفاده میکردم کنار رفته و من میتونم در یک مسیر جدیدی گام بردارم. شما به تنها چیزی که برای این جملات مثبت یا عبارات مثبت تأکیدی نیاز دارید زمان به شما ثابت میکنه اون چیزی که داری هر روز تکرارش میکنی جمله درستیه و کاری که باید برای خودت انجام بدی اینه که دنبال دلیل بگردی برای اثبات چیزایی که میگی. اگه میگی من خوشبختم، اگه میگی ثروتمندم، اولین باری که حقوقت اضافه میشه، اولین باری که بیزینست رشد میکنه، به خودت پاداش بده. وقتی پاداش رو به خودت میدی، ذهنت باور میکنه که این آدمی که میگه من آدم موفقیم، من آدم ثروتمندیم، من آدم خوششانسیم، این آدم امروز به من ثابت کرد که اگه میگه خوشبخته برای اینکه 10% بیزینسش امروز موفق تر از 2 ماه پیشه. برای اینکه امروز یک اتفاقی توی زندگیش افتاده که متفاوته با اون چیزی که 2 ماه پیش براش اتفاق افتاده. برای اینکه امروز سلفی گرفته. برای اینکه امروز گواهینامه گرفته. برای اینکه امروز درسش تموم شده و اتفاقاتی از این قبیل. خیلی از این اتفاقا برای ما میفته و اینقدر بهشون بی اهمیتیم که هر روز خودمون رو بیشتر و بیشتر غرق در نداشتن و نبودن میکنیم. ذهن شما
فقط به یک دلیل مثبت نیاز داره برای باور کردن به اون چیزی که هر روز داری بهش میگی. پس اگر میخوای توی مغزت تغییر ایجاد کنی، باید همون چیزی که اول ویدیو گفتم، اون بخش پاداش‌دهی مغزت رو فعال کنی. و یکی از راه‌های فعال کردنش اینه که ببینی اگه تغییرات مثبتی داره توی زندگیت اتفاق میفته، جشن بگیری و یک کادوی کوچیک برای خودت در نظر بگیری تا مغزت باور کنه که اون جمله تأکیدی که میگی حقیقت داره. شما فقط به یک واقعه نیاز دارین، یک اتفاقی که توش باوری برای مغزتون ایجاد کنه و بعد دیگه تمومه. مغز 1000 تا دلیل بهت میده که اون باور رو رشد بدی. اگر میگی من خوشبختم، واقعا خوشبختی. اگر میگی من خوششانسم، واقعا خوششانسی. اگر میگی موفقم، واقعا موفقی. و همینطوریه که یک جمله میتونه زندگی شما رو تغییر بده. چرا؟ چون اتصالاتی که در مغزتون هست رو تغییر میده و این تغییر اولین چیزی که شما برای تغییر زندگیتون بهش نیاز دارین. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنین و کانال ما رو سابسکرایب کنین و اگه دوست داشتین نظراتتون رو از طریق کامنت در پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بذارین. تا برنامه بعدی مراقب خودتون باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.